قهوه. خب امروز میخوام ببینیم کدوم کشور پیتزا خوشمزه تری داره. آمریکا، ایتالیا یا ایران؟ 100% ایتالیا. نمیدونم. باید بریم بخوریم. من بستگی به مودم داره، صداشو دوست دارم واسه بخوایم. واسه ببین من چقدر خوبیم دیگه. یعنی عاشق غذام. یعنی من خیلی بیشتر عاشق غذام تو پارسا. نمیدونم. خیلی یه جوری غذا میخوره که انگار نکن. برای شروع ما اول قراره با پیتزا ایرانی شروع کنیم. بعد من یه ذره تحقیق کردم دیدم کدوم پیتزا فروشی این کار دستشه. مثلا اینکه اولین پیتزا فروشی ایرانه. پیتزا فروشی داوود. مصداق بارز پیتزا ایرانیه و خیلی راش دوره. باشه بریم چه توضیح میدین اینقدر. بریم دیگه. من صابونه نخوردم. من آخر رو باسم. الان رسیدیم سر کوچه لولاگر، یکی از خاص‌ترین و معروف‌ترین کوچه‌های تهرانه. مثل اینکه ته این کوچه اون پیتزا آقا داووده. نمیدونم بذاره توش فیلم بگیریم یا نه. بریم تو کوچه. بیا چی خیلی کوچه بالیه. من دیدم توی میراث فرهنگی ایناست این کوچه لولاگر. نگاه جان لنون ببخشید. بیا بریم پیش آقا داوود. یه پیتزا مخفی. آره پارسا. اون پیشقدات سوسیسه. یه موزه اسباب بازی آماده میشه. من اینو نمیخورم، یه طوری است. من دیدم اجازه فیلم ندارید بدن اینجا، نمیدونم حالا به ما اجازه بدن یا نه. یه موزه اسباب بازی، این چه اسباب بازی قدیمیه یا مثلا چیزای خاص و خیلی عجیبه؟ مثلا کیبورد چیه مثلا؟ این قدیمی ترین کامپیوتریه که وارد ایران شد که میتونستن باهاش بازی کنن و اسمش هم کومودور 64. 50 سال پیش آره. آتاری کمتر، ولی این نه، این قدیمی تره. حالا آتاری اینا که 100%. این خیلی باحاله. آدم آهنی نمیدونم حالت لگو تور ساخته شده چون دستاش. اینو بچهای موزه با چیزایی که پیدا کردن ساخته. یعنی قشنگ‌تر از همه اینه. چیزای مارول و دی سی و بتمن و 100,000 تومان نفری دادی برای این کاسچوم رو. خب چقدر باحاله اینجور جا. یه ذره یه سریاشون ترسناکه، یه ذره اینا واقعا زشتن عروسکا. او این ترسناک ترین چیزی که دیدم. یه سریاشون ترسناکه یه ذره. ولی بازار گوگلی و قدیمی ترین این قسمت هم این میمونه است که 100 سالشه. 100 سالشه. ته تفریح. اینم که یه فرفری ارتعاشیه. چرا عجیبه. رفع زحمت کنیم. خیلی ممنون توضیحاتتون، خیلی جالب بود. چه نفری 100 تومن دیدیم. یه مخلوط ما واسه پارسا چیزاش. من موزه بودیم. ببخشید. همچین قیافه‌ای دوست ندارم برای پیتزا ولی یه نونه با کالباس و پنیر. آقا دست داره. عالی بود، عالی. واقعا تخمی بود. یه نون لواش بگیری روش سوسیس کالباس بذاری روش پنیر بذاری رو مایتابه صبح. اون بهتره. خیلی باحال‌تر از این میشه. نمیدونم حالا همیشه پیتزا اینطوری بوده یا این 2-3 سالی که فوت کردی اینجوری شده، ولی اولش هم که سوسیس کالباس خام به ما داد و 200 تومن هم پول پیتزا بود. من الان قبل ویدیو توف کردم اینجا بغل ماشین. از این نونای یخزده میگرفتم قبلا خودم دو تا مواد. ما با داوود مشکل نداریم. آقا داوود خدا رحمتت کنه، ولی کاش زنده آدم خوش رفتاری هم بودا. من ناراحت دارم اینا رو میگم، ولی واقعا یکی از بدترین پیتزایی که تو عمرم خوردم. من نمره عوض میکنم. آره 1.5. آره واقعا 1. داوود شروع بدی داشتیم ولی ما با قدرت ادامه میدیم که پایان بدتری داشته باشیم. علیه هستش بخیر. اوه فاک. آره اینجا ما یه بار پیاده اومدیم و آپارتمانش گریه میکرد تو منو ولی هست. همون بودا کشاورزش گریه میکرد یادته؟ نه. فکر می‌کردم مثلا این همه ایده‌های جالب و سرگرم کننده این چی داشت برای من؟ این پیتزا داوود چی داشت برای من؟ میراث فرهنگی ایناست. که
اسنپ که نه. آره. نشان زده. نشان زده 23 دقیقه دیگه اونجایی. مگه میشه این همه ما فود بلاگرها رو دیدیم میزنه اولین پیتزا فروشی ایران پیتزا داوود. چی بود واقعا اولش؟ خوش خوار مادر داوود ندید. داوود تازه این بهترین پیتزاش بود. اسم پیتزا فروشی برای چیه؟ مینی پیتزا اسمش یادم. اون امضای کار داوود دیگه نداره. الان رسیدیم اندرزگو، خیابون معروف. منو رو اون توی داشته باشیم اسکنی ها. خب اینجا ما چون قراره پیتزا ایتالیایی بخوریم دیگه میریم توی خیلی عمق ماجرا دیگه. باید پیتزا اسمش یادم. چی سفارش دادی؟ مارگاریتا. داوود چه 200 تومن اینجا شد 160 تومن. پیتزا از اونجایی که خب سر ظهره و سگ نمیده. یه صاف خیلی سریع حاضر شد. یه ربع فکر کنم حاضر شد. پیتزا مارگاریتا ایتالیایی. داوود خوشگله. مازیرو. سایزی هم اندازه پیتزا آقا داووده ولی خب این کجا و پیتزا ناپولیتن از مینی ناپول. مینی ناپولا. اوه. دارش گاز بزن. خوشمزه است. خیلی باحاله. ما هیچی نرا فقط پنیر داوود میزنه. پنیر فقط هیچی نرا. خیلی سبک و برای آقا جرا مثلا پیش غذا میمونه. نمره بدیم. دان. من واقعا دوست داشتم. من بهش 7 میدم. 7 بدیم. من خوشگل سفید نفیدم. اینا میشه نظره. مدت مدیدی نخورم. نه وایسا. بخورم دیگه دهن من رو توتونم به نهدی. نه خب. مردی که داد مذاب داره میریزه نوشابستیه. پارسا رفت دست مغازی بخره. پیزای بعدی احتمالاً باشه. او چقدر خوبه تو. ولی پیتزا ناپولیتن واقعا تجربه خوبه. وای چه سانکیست. اینم از پیتزا ایتالیایی آقا جرار. نوبت چیه الان؟ پیتزای هندی. ولی الان ما یه چیز جدید می‌خوایم بریم که خودمون هم نخوریم. پیتزا نیویورکی میشه که آمریکایی هم هست. آره از نیویورک تو آمریکا. بچه‌ها یه خبر خوب. صبح بسته است. آخه استوری گذاشته بود امروز. یعنی گذاشته پلم شدیم نه؟ کجا بریم الان پیتزا چی بخوریم؟ نمیدونم. توش از اونایی که من میخرم بهتره. بود می‌خریم اگه. خیلی درازه قدم نمی‌رسه. بپر. با اینکه من قدم بلنده. بپر. دوستای هر اون رحمت یسوع. سلام. خب آقا امروز پس فرده روزی اومدیم که اینجا تعطیل بود. الان اومدیم اون پیتزا نیویورکیه رو بخوریم چون اون روز رفتیم یه جا دیگه یه پیتزا دیگه خوردیم. تقریبا انمون گرفت صدامون ضبط نشد. اصلا صدامون هم ضبط نشد. فقط پولم رفت 7000. واسه اولین بار تو زندگیم که قصه‌مه میخوام برم یه بار پیتزا بخورم. میریم تو. دارم حرف میزنم. چی میگیری؟ یه دونه بوقلمون و بلو جیز یه دونه هم همون چیزه دیزاین پای تنوری ها مشکل نره اینجا بخوریم ضبط کنیم؟ داوود کن دستشویه برو بیرون بشی ها؟ بشی حرومزاده خسته نباشید. انه کفتر خیلی ناراحت کننده سالی. خب اول از همه قیمت جایی که 2 روز ما رو اسیر کرده ببینیم. سیب زمینی پای این سیب زمینیشه. چیه؟ سیب زمینی. پاکست. اوه چیز خاصی نیست. اوه 170. نه همین الان دیدیم چیه؟ پیتزایی که 2 روز ما رو اسیر کرده. زباک بسته است. امروز پس فرده روزی اومدیم که اینجا تعطیل و این خیلی کوچیکه آقا اصلا کجای نیویورک همچه پیتزایی میده؟ خب میدونی چون میل به پیتزا نیست زیاد. این سس بادوم هندیه. سر این فقط گرونه. بوی بادوم هندی نمیده. سلامتی. خوبه؟ خوبه. مزه واقعا دور نیویورک میده. آره توی سطح خودش خیلی بالا. من میزنم. اون مارگاریتا رو میزنه. واقعا لذیذه. ببین به صورت کلی خیلی خوشمزه است ولی اینی که ما الان 40 دقیقه تو راه بودیم یه روز اومدیم بسته بود دوباره برگشتیم من نمیصافه نه آجره به من بگو که نمره چند میدی؟ 7 نمره 7 نمره 7 پس در نتیجه این شد 14 پیتزا آقا داوود شد 1.5 پیتزا ناپولیتن مارگاریتا برنده بازی ایتالیا سس بادوم هندی نه من دوست نداشتم واقعا این پیتزا 300,000 تومان نمیارزه کارو بگیر
لا قرمزی و پس دوتا آقا جراح، از اینکه توی 2 روز 4 نوع پیتزا خوردی، نظرتو خیلی صادقانه و سریع کوتاه بهم بگو. من فکر می‌کردم که خیلی بیشتر حال بده، چون من عاشق غذام، ولی انگار مثلا وقتی مجبوری بری یه کاری بکنی حال نمیده. تا اگه خوردن پیتزا باشه در کل خیلی فان نبود. البته بیشتر به خاطر این بود که تو مجبور می‌کردی بریم حتی بیرون بخوریم. مشکل مغز روانی احمق گاو اینو از من بگم. بودم بعد بغل طبیعت پراید که انا کفتر رو چیزش بود، صندوقش بود، بعد اصلا ایستاده هم جاش بود، هم چه میدونم جای پاک نبود. حالا ماهی یه بار برید یه پیتزا بخورید، ترجیحاً ناپولیتان بخورید اگه ذائقتونه، چون پیتزای سالمیه، حجمش کمه، اذیتتون نمیکنه. صفر جون مادرتون نرید، واقعا نرید صفر. خیلی اصلا نمیدونم چرا اون بسته نمیشه. وایسا، نمیدونم چرا بسته نمیشه صفر. خب خیلی بده. ببخشید اضافه کاریه. بریم تو آلاچی. هر روز الان که خواستم دوباره پیتزا شارو بخورم، دوست داشتم مثلا تصادف کنم تو راه. تجربه بدی نبود، ولی اینو میتونم مثل همون ولیعصر بگم که هی پسر، من 4 تا پیتزا رو توی 2 روز خوردم. افتخار نیست ولی جالب بود، تجربه جالبی بود، ولی هیچ وقت اتفاقا این کارو نکنم تا سالیان سال. مثلا میدونی بعدی بریم مثلا 500 تا درخت بکاریم. میتونیم نریم. از آقا جرا دوباره تشکر میکنم که اومد پیتزا خورد، یه سری جا فیلم گرفتی که زحمت مرسی که پیتزا رو حساب کردی. قربونت، مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدی. من قول داده بودم که با محتواتر باشه ویدیو، ولی نشد، فعلا نشده. حالا تلاشمو دارم تا ویدیوی دیگه. فعلا خداحافظ.